تو مارمزون طرف داشت روزه میخورد تو خیابون، اومد گفتش که ببخشید دوست عزیز شما جزء اقلیت‌های دینی هستی؟ گفت نه من جزء اکثریت بیدین هستم. توجه میکنین این مسیری که شما دارید میرید نتیجهش این میشه که شما میای میگی که آقا قل للمؤمنین والمؤمنات، آیه سوره نور که مبنای فقهی شما یا استدلالی شما در مسئله حجاب هم هست. میگه آقا من نخواستم، من مؤمن نیستم اصلا، من به اون چیزی که تو میگی مؤمن به اسم من مؤمن، من مؤمن اصلا مورد خطاب آیه خداوند نیستم، من مؤمن نیستم. چیکار کنم؟ باید کتک بخورم؟ باید برم زندان؟ من مؤمن نیستم. آقا این آیات به مسلمین هم حتی نگفته قل للمسلمین والمسلمات. آقا فرق مسلم و مؤمنو که شما بهتر از احکام مؤمنین با احکام مسلمین فرق میکنید. شما میای به جوون مردم میگی آقا بالاخره دستور قرآنه، میگه آقا من اصلا قرآن تو قبول ندارم، حالا چندیم با هم. آقا این یعنی دینگریزی. شما با اصرار بر چیزی که خود علما خودتون هم لباسای شما سر و کله هم دیگه میزنی، ما هم شهروندار تماشاچی هستیم در این ماجرا، خودتون با هم به توافق نرسیدی که حدود و ثغور این مداخله در کجاست.